سلام به کانال کویز فارسی، خیلی خوش اومدید. کدام باشگاه ایرانی بیشترین تعداد قهرمانی را دارد؟ پرسپولیس تهران. چه بازیکن ایرانی در تاریخ لیگ انگلیس بازی کرده است؟ علیرضا جهانبخش. چند بار تیم ملی ایران به جام جهانی صعود کرده است؟ پنج بار. کدام بازیکن ایرانی به آهنگر آسیا معروف است؟ چه سال ایران برای اولین بار به جام جهانی صعود کرد؟ (1970) کدام بازیکن ایرانی در لیگ اروپا به لقب گلزن سال انتخاب شده است؟ سردار آزمون. چند بار استقلال تهران قهرمانی لیگ ایران را به دست آورده است؟ چه تیمی در لیگ قهرمانی نتایج موفقیت آمیزی داشته است؟ استقلال تهران، پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز. تراکتورسازی تبریز. چند بار تراکتورسازی تبریز قهرمانی لیگ ایران را به دست آورده است؟ کدام بازیکن ایرانی به عنوان پهلوان آسیا شناخته می شود؟ سردار آزمون. چه بازیکن ایرانی در تاریخ باشگاه استقلال به لقب گلزن سال انتخاب شده است؟ کریم باقری. چه بازیکن ایرانی در تاریخ لیگ فرانسه بازی کرده است؟ علیرضا جهانبخش. چه بازیکن ایرانی در تاریخ لیگ انگلیس به عنوان شاه فوتبال شناخته می شود؟ علی دایی، سردار آزمون، علی پروین. علی دایی. چه تیم ایرانی در لیگ ایران لقب فولاد را داشته است؟ فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب‌آهن. فولاد خوزستان. چه کشوری با ایران در تاریخ فوتبال جهان رقابت کرده است؟ کشور اسپانیا. چه بازیکن ایرانی در تاریخ لیگ ترکیه بازی کرده است؟ علی دایی، سردار آزمون و مهدی طارمی. مهدی طارمی. چه بازیکن ایرانی در تاریخ لیگ هلند بازی کرده است؟ علیرضا جهانبخش. چه بازیکن ایرانی در تاریخ لیگ ایتالیا بازی کرده است؟ مهدی طارمی. چه تیم ایرانی در لیگ ایران لقب نفت را داشته است؟ نفت تهران، نفت مسجد سلیمان و نفت آبادان. نفت آبادان. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تا یک ویدیوی دیگر، خدا نگهدارتون باشه.